بچه ها چطورین؟ آموزش CPR اولین راه CPR رو یادم گرفتم اینجاست. اینجا بهتون جوایز هم میده. اگر CP میخوایم با جزو 500 نفره اینجا که باشیم. روش دیگه بچه در قدم بعدی هم اینه که کانت جدید میسازی. الان بهتون نشون میدم چطوری. بایستی من همه کارشو بکنم. خب بچه من همه تسکاشو انجام دادم. الان ببینیم من 0 تا CP دارم. بچه ببینیم من 0 تا CP دارم. الان ببینیم. خب بچه اینجا رو ببینیم میزنیم همونه که بهتون نشون دادم میزنیم باشه میزنیم روی اینجا این 3 روزه است. اینجا 3 روزه انجام میدین اینو میزنین. آقا این از الان من یکی گرفته هر روز یکی یا 2 تا بهتون میده. الان ببینیم من دومی هم میگم خواهم بگیرم میدیم بچه دست رو میبینم. خب اینجا که همه کارشو کردم ببینید یکی دیگه برام باز شد. خب اینجا هم با میشد. حالا ما ببینید من این رندومه الان CP نداد. خب اوکی ما این رندومه 3 روز فرصت داره تو اون 3 روز حتما میده. الان ببینید 40 تا CP گرفتم به همین راحتی. 40 تا CP گرفتم بدون چیزی بدون بنی. الان ببینید من هیچ خواهم ترپلار